بچه الیکشا تا ماشین جدیدش خرید. تلویزیون داره نشونش میده. یه دونه فونیکس چیزه، یعنی تیگو فونیکسه کنم X8. حالا مدل دقیقش تو کامنت ها بگید. ای بابا یعنی تو خوش بالش. به ما پاشیم بریم کارمون انجام بدیم. غذا فکر کنم غذا نداشتم، سرگرم ماشین داشتالی شدیم. غذا هم یادمون رفت بذاریم. بذار باید بریم از بیرون بخرم. خب با موتور بریم. معلوم با ماشین با موتور کی میره غذا بیاره. خب برو که بریم. یا بچه چون که چیز داری نزدیکه، من دیگه براتون هیچ کاتی نمیزنم. بریم که بیایم. چون مثل حواسم ناد ماشین توی چیز بود دقیقا. بچه رئیس داره زنگ میزنه. بذار بعدم بریم چی میشم. گوشه کوه رفتیم کجا پارک کردیم. رئیس در انتظاره. خب همینجا بسته. ببینیم که چی میگه. آره ممنون رئیس. چطور؟ حاجی مأموریت دارم. مأموریت چیه؟ مأموریت اینه که ماشین جدیده رو داشته که هیچی همون فونیکسه. آره فونیکس خیلی خوبه. اونا باید بری برام بدوزی. چی رئیس؟ ما سرکی بگید باید بتمن سوپرمن از همه دوزی کنم فقط از الیکشات نه. بمونه هم نیار. یعنی بچه ها قد که ما چیکار کنیم؟ کنم دیگه مجبور باشیم بریم بدوزیم دیگه. بلش کنم ما مجبوریم بریم بدوزیم. آن لوکیشن فرستاد. نوشته خونه الیکشا. من تا برسیم خونه الیکشا براتون یه کات میزنم دیگه. رئیس دیگه یه چیزایی میگه برای خودش. من داشتم از اینجا رد میشدم، بعدش همه خونه خفنم. یکی اونه همش بکنم ما خونه داشتالیه، اما اونی که اونجا فکر کنم اونه، چون که اون از همش تو که میبینید خوشگل چو خودشو دقیقا پلاکی داشته رئیس داده بودم همین بود. 1954 آره بچه خود بریم زایه نکنیم. بفهمم الان که با این ریخت و با این قیافه اینجور چیزا که قطعا نمیتونیم بریم دزدی با این ماشین. تازه پشتش نشته قشنگ فرانکلین اف سی. حالا اون فرانکلین میشه مخففه. نکنه این خونش. نه بچه این نیست خونش، همون قبلیه بود. من برم یه تیپ دزدی بزنم، شب شد دوباره میام براتون ویدیو میگیرم. اوکی بچه ما رسیدیم همین اینجاست. منتها الان باید یه کاری کنیم که بتونیم بریم تو. اما ماشین باید بدزدیم دیگه. ماشین خودمون رو نبریم. تو ماشین پشت همین خونش خیلی زایه است. ماشینا این گوشه پارک فکر نکنم. گوشه خیلی سخته قطعا بخوام بگردن. فکرشون هم به اینجا نمیرسه. البته ماشین ممکنه به فنا بره. نه ول کن خود میمیریم یه وقت. همینجا پیاده میشیم. چه اسلامی خوبه دیگه هیچ کس نمیفهمه. بچه اینه که زدم به خودم چیزا اون نیست، رنگه. فقط چش فرانکلین خیلی زایه است. نمیدید در چه حدی زایه است. بچه ما بریم که دزدی انجام بدیم. چه میتونستم این تو پارک کنم نه دیگه اینجا جا نذاشتم. 3 بادیگارد دارم. خودشون هم خودش طبقه بالاست، بقیه طبقه پایینه. چه یه چیزیه میگه این چیه؟ این چی؟ میگم که ما که تا اینجا اومدیم یکی نریم چیزا نگاه کنیم، خونش نگاه کنیم. بریم ما وقت واسه چیز زیاده. دزدی چه عکس خودش
عکسشو زده اینجا. ای چه پلیس افتاد دنبالم. در رو ای نیست. چجور الان ولش کن. من باید برامون مهم باشه که پلیس افتاده دنبالمون. تا دونم چند ستاره؟ 5 ستاره. سیستم امنیتیش خیلی باله. بودو تو بادیگارداش نیومدن. بودو دندقب بگی دندقب برو یا نزدیک بکونیمش. بچه من میخوام یه کاری بکنم. ماشین قطع الان با جنگ با پلیس نابود میشه ماشین. وقتی همین میخوام چیز کنم. آفرود نمیتونیم بریم. چی اسلامی آفرود. بچه ماشین میفتم با جنگ با اون پلیسا نابود میشه. وقتی خواهم بعد اینکه چیز شده که تعمیرگاه هم ببرم، بعد اینکه پلیس گمم کردن تعمیرگاه ببرم که دیگه چیز بشه، سالم به رئیس تحویل بدم و کل پولشو بگیرم. وای نیا آقا تو سرعت چی میاد؟ هلیکوپتر اینجا خوبه دیگه. همینجا باشیم تا گممون کنن. بچه الان هست که دیگه گممون کنن. چون نزدیک بوده ها. من نازم میگم داره چیز میاد که چیز شد. باید اینو ببریم یه تعمیرگاه نزدیک پمپ بنزین. نه بابا نمیخوام. گفتی شاید سالم به من تحویل بده. منم میبرم تعمیرگاه بهش تحویل بدم. این چقدر میخواد بهمون پول بده. اگه پولش کم بود چرا خودم واسه خودم نگه دارم که قطعا لازم میشه. خب تعمیرگاه همشو بستم. بچه من یه دوباره کات میخوره تا من برم این ماشین جا قایم کنم. یه کات بزنم ماشین خودم بردارم یه بیارم تو خونم. بعدش براتون ویدیو میگیرم. بچه سلامی مجدد. شاید بپرسید چرا تعمیرگاه نبردی ماشینا؟ چون که چیزه نزن به زور تعمیرش کردم. یادم بپرسید چرا گفتم به زور تعمیرش کردم؟ چون که خیلی جزئی بود. یعنی یه چند 2 تا تیر خورده بود که اونها با دستگاه جوش خیلی خوب در آوردم. یه چراغش بودش که از چراغ خود ماشین فرانکلین در آوردم. واسه که همه چیزش خودم تونستم جور کنم. الان رئیس گفتش اینجا یه نفر وایستاده پیرن آبی. یه مرد پیرن آبی همین تلفن دستشه. ضایع نکن چون که اینجا دوربین مخفی داره. جایی هم بذار تو که دوربینا نگیرنش. رئیس فکر همه جاشو میکنه. همینجا خب اوکی. همینجا ما میذاریمش. درش هم بازه، سویچش هم روشه و در بریم دیگه. ماشین خودم هم رفتم برداشتم. بچه راستی زنگاه داشتم تو پارکینگ فرانکلین. و اینکه دیگه همین دیگه. خیلی ممنون که این ویدیو تا دقیقه آخرش نگاه کردید و اینکه حتما این تا اینجا اومدید پای این ویدیو لایک بزنید و پیج یا خود شد. آره داشتم میگفتم ولی از بحث دور نشیم. پای این ویدیو یه لایک بزنید که آره دیگه خلاصه که ویدیو تمام میشه. خداحافظ.